أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتاب بابها وزنهای بابها 22 باب صرفی ما و شما 4 درس یا 4 باب را گرفتیم و حالا باشد باب پنجم، الباب الخامس، یعنی پنجم باب از بابهای 22 بابهای صرفی. خب باب پنجم ما و شما همچنین از بابهای ثلاثی مجرد است. ما و شما گفته بودیم که 22 باب صرفی به 4 قسم تقسیم می شود. اولش ثلاثی مجرد بود. این ثلاثی مجرد 6 باب داشت. اکنون ما 4 تاش رو گرفتیم و این پنجمش است و بعد از این یک درس دیگر، درس آینده، باب ششم رو میگیریم، با همین ثلاثی مجرد به آخر میرسد. اما این باب پنجم از 22 باب و همچنین باب پنجم از 6 باب ثلاثی مجرد هست. اکنون میبینیم که صاحب کتاب درباره باب پنجم برای ما و شما چی میگوید. هر کسی که این کتاب را دارد در صحیفه 4، در صحیفه 4 صاحب کتاب میگوید الباب الخامس، باب پنجم، و وزنه میگوید که وزنه فعل یفعل. دقت بتید عین باب را اولش همه وقت فتحه می شود و آخرش همچنین، لیکن بین تغییر یافته ایستاده است. فعل یفعل، ببینید معذرت میخوام، فعل یفعل. فعل عین رو ضمه میکنیم در فعل ماضی، همچنین در فعل مضارع هم ضمه اش میکنیم، یفعل. موزونه حسن یحسن، ببینید حسن یحسن، این هم همچنین به مثل چی است؟ به مثل فعل یفعل که عین بابش ضمه است در فعل ماضی و ضمه است در فعل مضارع. اکنون دقت میتیم وزنه فعل یفعل، این باب پنجم ترازویش است. موزونه آنچه را که ما کشیدیم میکشیم، این حسن یحسن هست. اکنون صاحب کتاب میگوید که و علامته، اکنون ما را از کجا بشناسیم؟ پیش از اونه که علامتش را بگیریم، به چند کلمه به مثل این کلمه ها را بگیریم. مثلا حسن یحسن نوشتگی است، میتونیم ما بنویسیم حرم یحرم، حرم یحرم، ببینید حرم یحرم. خب میتونیم بگیم شرف یشرف، شرف یشرف. دقت بدید که شرف یشرف، این دو مثال بعد از اون باب را آوردیم کفایمون میکند. میگوید که فعل یفعل، حسن یحسن، حرم یحرم، شرف یشرف. اکنون صاحب کتاب میگوید و علامته، یعنی نشانه باب پنجم. نشانه اش چی است؟ نشانهش میگه همین است که ان یکون عین فعله مضموما فی الماضی. اکنون فعل ماضی را شما دقت بتید، فعل ماضی فاعو، عین باب چی است؟ ضمه است، فاعو. فعل ماضی را ببینید حسن، عین باب ضمه است، حرم، عین باب ضمه است، شرف، عین باب چی است؟ ضمه است. میگه فعل ماضی در عین باب ضمه است و والمضارعی فی الماضی والمضارعی، یعنی همچنین میگه که در فعل مضارع هم ضمه هست. ببینید یفعل، یحسن، یحرم، یشرف. ببینید در فعل ماضی هم حرف بین ضمه هست، در فعل مضارع هم همچنین
دمه هست. پس این می شود بابی پنجم از 22 بابی صرفی. و بناؤه، اکنون میگه بنای بابی پنجم. پیش از اونه که بنا را بخونیم اولا حسن یحسن، حسن یعنی زیبا شد، یحسن زیبا می شود، زیبا شد زیبا می شود. حرم حرام شد، یحرم حرام می شود. شرف شرافت پیدا کرد، یعنی انسان با شریف شد. یشرف یعنی انسان با شرافت می شود، یعنی انسان با احترام می شود، شرف پیدا می کند. پس شرف یشرف شرف پیدا کرد و شرف پیدا می کند. این معناهای اینها می باشد. اکنون و بناش برای چی است؟ ساخت باب پنجم برای چی است؟ ساخت باب پنجم میگوید لا یکون الا لازمه، میگه این باب فقط لازم می آید، از این باب پنجم متعدی نیست. یعنی از باب پنجم فعل متعدی ما نداریم، فعلمون همه وقت چی است؟ لازم، فعل لازم است. مثاله نحو حسن زیدون، مثالش میگم مانندی حسن زیدون. ببینید حسن زیدون، زیدون حسن زیدون. اکنون دقت بتید حسن فعل لازم است. ما قاعده گرفتگی هستیم، 4 درس اون قاعده در اینجا بود، اون را باید حفظ بکردید. هر کسی حفظ کرد نوش جانش. اون قاعده همین بود که الفعل لازم پایانگیش یعنی دویم نوشتگیمون همین بود که ما هو ما لم يتجاوز الفاعل الى المفعول به بل وقع في نفسه. اون قاعده چی بود؟ برای فعل لازم شناختن بود. یعنی فعل لازم فعل هست که فاعل را نگذشته است، مفعول به ندارد، پس اون را میگن فعل لازم. حسن زیدون، زیبا شد زید، زیبا خود زید شد، زیبا خود زید شد، از این حساب میگن حسن زیدون یعنی زیبا شد زید. پس این فعل لازم است و این مفعول به ندارد. اما اگر مفعول به می داشت بعد از این باید یک اسم دیگر می آورد که ما گفتیم که اون فعل متعدی می شود که از این باب فعل متعدی نمی آید، از این باب فقط لازم می آید و بس، از این باب فقط فعل لازم می آید و بس. خب حسن زیدون این مثال برای باب پنجم. اکنون این را اعرابش را در پایان این در صفحه 4 نوشته کرده هستم که حسن فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، زیدون فاعل مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره. با همین باب پنجم به آخر رسید. اکنون بیایید ما و شما یک جا این باب پنجم را اون چیزهای 12 گانه که عرب اشتقاق میکردن اونها را میگیریم که اونها چی طور می آیند. بیایید یک تا شروع میکنیم. ببینید حسن باب پنجم، حسن، حسن زیبا شد فعل ماضی. یحسن زیبا می شود فعل مضارع. اسم فاعل این ندارد، اسم فاعل ندارد. از این باب پنجم اسم فاعل نه و صفت مشبهه می آید. پس در جای اسم فاعلش ما می نویسیم که حسنون. دقت بتید حسنون، حسنون. این رو میگن صفت مشبهه. صفت مشبهه، صفت مشبهه هم به مثل اسم فاعل است، لیکن وزنش که فرق میکند از این حساب را میگن صفت مشبهه، به معنای اسم فاعل است. این صفت چی است؟ مشبهه. در جای اسم فاعل میتونید این را بنویسید. اسم مفعول از این باب نمی آید، از این باب اسم مفعول نمی آید. از باب 5 اسم مفعول نمی آید مگر به یک شرطی که اون را در دیگر کتابا بعد میخونیم که تعدیه با حرف جار کرده می شود. بس میگوییم که محسون بهی گفته بعد اسم مفعولش میبروریم، اما اون را انشاءالله بعدا میخویم. اما کلمه محسون گفته از حسنه اسم مفعول نمیبروریم. این همچنین باب پنجم خاصیت هایش
که اسم فاعل اسم مفعول نمی آید بلکه صفت مشبهه می آید. خب فعل جهدش می آید چی بود؟ لم یحسن. لم یحسن فعل چی است؟ فعل جهد. فعل نفی می آید لا یحسن. لا یحسن. لم یحسن یعنی زیبا نشد. لا یحسن زیبا نمی شود. امر می آید احسن یعنی زیبا بشو. احسن زیبا بشو. و نهی می آید لا تحسن زیبا نشو. لا تحسن زیبا نشو. و اسم زمان و مکان می آید بر وزن محسنون. محسنون بر وزن مفعلون. محسنون. و اسم آلت هم همچنین می آید محسنون یا محسانون. به همین وزن های در این چرا گفتم درس گذشته که به لغت عرب برگشتن در کل است که چی است؟ می نویسه محسنون. محسنون یعنی آلتی که زیبا می کند، آلت زیبا کننده. و اسم تفضیل می آید به وزن احسنو. احسنو این اسم چی است؟ اسم تفضیلش. احسنو اسم تفضیل. پس دقت دادید از باب پنجم اسم فاعل اسم مفعول نمی آمده است و صفت مشبهه می آمده است. پس همین در جای من حرم یحرم اسم فاعل اسم مفعول ندارد بلکه حرامون صفت مشبهه میاد. از این حرمه صفت مشبههش بر وزن فعالون است. حرامون این صفت مشبهه حرمه است. دیگرش میاد لم یحرم لا یحرم احرم لا تحرم محرمون. محرم اسم زمان و مکان. محرمون و احرمو اینها دیگر می آید. اما از شرفه یشرفو شرفه فعل ماضی یشرفو فعل مضارع اسم فاعل اسم مفعول نمی آید بلکه صفت مشبهه میاد لیکن بر وزن شریفون. شریفون معذرت میخوام شریفون اسم صفت مشبهه شرفه چی بوده است؟ شریفون. شریفون دیدید؟ شریفون صفت مشبهه یعنی اسم فاعل از باب پنجم بوده است. شرفه صفت مشبهه شریفون و باقی مانده است می آید. چطوره که حرمه را ما صرفش رو بیان کردیم. اکنون اینجا یک نازکی دیگر در باب حسونه در صرف کردن وقتی که شما در دفتراتون می نویسید یک نازکی است. اون نازکی را میخوام برای شما بیان بکنم زیرا که بسیار مردم در اون نازکی می افتند. ببینید حالا ما میگوییم که حسونه وقتی تصریفش میکنه میگیم حسونو یعنی 14 صیغه‌اش را وقتی میخوایم بگیم حسونو حسونت حسونتا. انا اکنون در اینجا دو نون میآید. دقت بدید اصل باید این طورش بگوییم بنویسیمش حسون معذرت میخوام حسون دیدید حسون این یکم نون ساکن است دویم نون متحرک. حسون باید همین خیلی بیاید فعول نمیگفتیم بر وزن فعول حسون باید همین خیلی بیاید. لیکن این دو نون ادغام میکنیم در نوشتن وقتی در دفتر که می نویسید به این طریقش بنویسید حسون طریقه دیدید به این طریقش بنویسید نه به این طریق اصلا همین طور میاد. لیکن نون یکم ساکن دویم متحرک واجب است که ادغامش کنیم. پس ما ادغامش کردیم به این طریقش می نویسیم. پس حسون یعنی نیکویی کردن ویها زنها. این حسون نیکویی زیبا شد. حسون زیبا شد. این نون همون زنها زیبا شدن ویها زنها. پس در اینجا همین زیبا شدن ویها زنها انا همین نون هر دین نون ها است. این دو نونی که میبینید انا همین نونی تشدیددار و شددار هست. این یکم جا. و بعد از این میرویم حسونتا حسونتما حسونتم وقتی مخاطب رو میگیم حسونتا حسونتما حسونتم حسونتی حسونتما حسونتن اینجاش درست است. حسونتو حسون اینجا دم در صیغه جمع متکلم دم
همچین ببینید حسون نه، اصل باید این طریق بیاید حسون نه، حسون نه. لیکن به مثل این یکمش ساکن دویمش متحرک واجب است که ادغامش کنیم، پس بنویسیم که حسون نه. پس در دفتراتون به این طریق بنویسینش حسون نه، حسون نه به شدقتی در دفتراتون نوشته کنید، زیرا که نون یکم ساکن دویمش متحرک، پس ما چیکارش میکنیم؟ ادغامش میکنیم. این علامت رو میمونیم تا اینکه بفهمید که این دوتا غلط است. هر کسی به این طریق مینویسد غلط است، بلکه درستش این دوتای پتشکا موندگی مون میباشد. دیدید به همین طریق. و در فعل حسونه یعنی هر فعلی که آخرش حرف نون دارد در همین جمعیه همین مشکلی پیش میآید. بس به مثل همین شما کار کنید. این در فعل ماضی بود. بیا میگذاریم در فعل مضارع. این را از بین میبریم، میگذاریم در فعل مضارع. این دو نازکی در دو جا میآید، یعنی در جمع غایب مؤنث و در جمع متکلم. این دو جا را دقت بدید. باز میگذاریم به فعل مضارع. فعل ماضی در دو جا بوده است، اهمیتش دید. در فعل مضارع یحسن تصریفش به این طریق است که یحسن یحسنان یحسنون، تحسن تحسنان یحسن. ببینید یحسن. اکنون یحسن به این طریق می آید، یعنی که در نوشتن ما باید به این طریقش بنویسیم یحسن. دیدید یحسن یحسن یعنی بر وزن یفعلن. وزنش چی است؟ یفعلن. ببینید بر وزن یفعلن یحسن. لیکن به این طریق نوشتن غلط است، بلکه ما می نویسیم چی؟ یعنی در دفتراتون به این طریق بنویسین یحسن. رنگ همون پیشینه نون یکم ساکن دویم متحرک ادغامش میکنه میشود درست یحسن. بعد از این تحسنو مخاطب را شروع میکنیم. این از جمع غایبات مؤنث بود. مخاطب را میگیم تحسنو تحسنانی تحسنون، تحسنین تحسنانی تحسن. به مثل همین ببینید تحسن یکم نون ساکن دویم نون متحرک باید اینها را ادغام کنیم، بنویسیم که تحسن. به این طریق در دفتراتون این را نوشته کنید تحسن. ببینید تحسن به این طریق نوشته میشه. این غلط است و این همچنین غلط است. این در جمع مخاطبات بود. تحسن انتن تحسن یعنی زیبا شدید شما زنها، زیبا میشوید شما زنها، زنها که فعل مضارع است. خب اکنون احسنو نحسنو دیگر اشکال نیست. پس معلوم شد که در اینجا ما در فعل ماضی دو جا همین کارا میکنیم، در فعل مضارع در دو جا همچنین این کارا میکنیم. پس اینش غلط است و این همچنین غلط است. اینش درست است. در دفتراتون همین دو رو نوشته کنید. در جمع مؤنث غایبات، در جمع مؤنث غایبات، در جمع مؤنث مخاطبها همچنین همین دو اشکال دارد. خلاص بعد دیگه در فعل جهد میرین همین اشکال میآید، همین طور مینویسید. در فعل نفی، در فعل نفی و در فعل نهی و همین اشکال باز میاد. هر چیزی که از فعل مضارع گفته بودیم میگیریم، ان همین اشکال میاد. وقتی در فعل مضارعش فهمیدید دیگه باقی موندهش شما میفهمید و شما از خود میکنید. پس این هست درس امروزه ما. شما همچنین در آخر ناگفته نماند که فعل امر هم در جمع مؤنثش همین اشکال رو دارد. فعل امر در جمع مؤنث همین اشکال رو دارد. ببینید در جمع مؤنث مثلا میگیم که احسن، احسنا، احسنو، احسنی، احسنا، احسن. ببینید به این طریق نوشته می شود احسن. نون یکم ساکن نون دیگه متحرک ادغامش میکنیم، می نویسیم که احسن. ببینید
احسن ادغام قطعی می نویسیمش. پس این غلط است و اینش درست است که به این طریق صیغه جمع مؤنث همچنین نوشته کنید. صیغه جمع مؤنث امر، در فعل امر در جمع مؤنثش همین کارا میکنید. پس اینها را در دفتراتون نوشته کنید که باز به این طریق ننویسید که این غلط و خطا است و وزن این بر وزن افعول نمی شود. بر وزن افعول نه، یعنی این ترازوی ما هست. هرچند که ما را ادغام هم بکنیم بر وزن افعول باقی میمونه، زیرا که نون یکم ساکن، نون دوم متحرک فقط ما ادغامش کردیم، یا اون کار دیگر در اینجا ما کردگی نیستیم. پس این هست درس پنجم از باب 22 باب صرفی، همچنین پنجم باب صرفی. و در اینجا این درس را به پایان میرسانم و امیدوار هستم که از این درس ها لذت و فایده به دست آورده باشید. و در آخر این 5 بابی را که خواندیم یک بار تکرار میکنیم، به همین درس به آخر میرسانیم که باب یکم نصر ینصرو بود، باب دوم ضرب یضربو هست، باب سیوم فتح یفتحو است، باب چهارم علم یعلمو است، باب پنجم حسن یحسنو است. انمی طور باید در ذهنتون این باب ها را در یاد داشته باشید. پس این بود درس پنجم ما و شما و باب پنجم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.